43 روز بعد اینکه اولین ویدیومو تو اینستاگرام آپلود کردم 25000 تا فالوور رو رد کردم و ویدیوهام میلیونی ویو میگرفت. نه تبلیغی کردم نه تنظیمات عجیب غریبی رو فعال کردم. تنها کاری که کردم این بود که 4 ستون اصلی زیربنای پیجمو درست ساختم. تو این ویدیو بهت میگم این 4 تا ستون چیان و دقیقاً چجوری میتونی ازشون استفاده کنی که 40 روز دیگه این آمارا رو توی پیج خودت ببینی. کل اینستاگرام یه معامله است. اگه از اینستاگرام ویو و لایک و فالوور تو میخوای، اول باید یه خیری بهش برسونی و یه چیزی بهش بدی. حالا اینستاگرام چی میخواد؟ میخواد بیشتر پول در بیاره. بذار یه چیزی نشونت بدم. طبق چیزی که گوگل میگه بیشترین درآمد اینستاگرام از تبلیغاتیه که خود مردم تو اینستاگرام میبینن. یعنی تمام هدف اینستاگرام اینه که به هر قیمتی که شده مردمو بیشتر تو اینستاگرام نگه داره که تبلیغ بیشتری ببینن و در نهایت بیشتر پول در بیاره. پس میاد پستایی رو وایرال میکنه که تونستن کاربرا رو زمان طولانی تری نگه دارن، چون اینجوری پول بیشتری در میاره. این چیزیه که اینستاگرام میخواد، محتواهایی که براش پول بیشتری در میارن. یعنی اگه بتونی کاری کنی مردم اول تا آخر ویدیوتو ببینن، ویدیوت میترکونه. مثل این ویدیویی که برای این مشتریم ساختم. استاد سلام، وقتت بخیر، خسته نباشی. آقا دمت گرم، این ویدیو خیلی خوب شد. اصلا من فکر نمی‌کردم این داستان این شکلی باشه. 7 میلیون ویو و تقریبا 20000 تا فالوور، که فقط به خاطر این بود که متن و سکانساشو جوری درست کردم که مردمو زمان طولانی تری توی ویدیو نگه داره، که همین جوری هم شد. از 50 ثانیه کل ویدیو مردم 45 ثانیه‌شو دیدن، یعنی تقریبا 80%شو. هر چی بتونی این میانگین رو حتی یه ثانیه هم بالاتر ببری، قطعاً ویدیوت بیشتر ویو میگیره. این راز اصلی و ستون اول یه پیج اینستاگرام. باید جوری ویدیوهاتو بسازی که مردم نتونن تا آخرش ازش چشم بردارن. ولی فقط یه ستون خالی برای نگه داشتن و بالا آوردن یه پیج کافی نیست. مهم نیست چقدر ویدیوهای عالی بسازی، اگه ندونی چجوری از پیجت مراقبت کنی، تمام زحمتایی که برای ویدیوهات میکشی هدر میره. ستون دوم خیالتو از امنیت و سلامت پیجت راحت میکنه. اینا 3 تا کار ممنوعه‌ایه که برای خودم و پیجایی که باشون کار میکنم گذاشتم که باید ازشون دوری کنی. 1. لوکیشنتو عوض نکن. ما تو ایران مجبوریم برای استفاده کردن از اینستاگرام آی پی مون رو عوض کنیم. این کار برای یه پیج مثل سمه، چون اینستاگرام هم فکر میکنه از یه کشور دیگه هک شدی و همین که الگوریتمو گیج میکنه و فکر میکنه محتوایی که ساختی برای یه کشور دیگه است و برای فارسی زبونا نیست، که اینجوری ویوات هم میاد پایین. حالا باید چیکار کنی؟ برو توی تنظیمات گوشیت اینستاگرامو پیدا کن و دسترسیشو به لوکیشن گوشیت باز بذار. اینجوری هم الگوریتم بیشتر کمکت میکنه، چون میدونی ایرانی و محتوات مال ایرانیاست و از امنیت پیجت هم خیالت راحته که لاگ اوت نمیشی. 2. هشتگ دیگه مثل قدیم نیست. بیشتر از 3 تا هشتگ هیچ سودی بهت نمیرسونه. اینو من نمیگم، اینو خود کسی که الگوریتم اینستاگرامو ساخته میگه. Hashtags will not significantly change your reach. Do a handful, don't do a ton. When you see 50 hashtags, 100 hashtags, it's not helping. If anything, it's probably just annoying people. خودشون دارن میگن دیگه هشتگ اهمیت چندانی نداره و چیزای دیگه ای مهمن. حالا اگه میخوای خیالت راحت شه، 2 یا نهایتاً 3 تا از کلمات کلیدی متن کپشن تو همونجا تو متن هشتگ کن. این کاری که خودم انجامش میدم و تا حالا خیلی خوبم جواب داده. پس دیگه خواهشاً کپشن ویدیوتو پر نکن از هشتگ. این کار فقط الگوریتم اینستاگرامو بیشتر گیج میکنه. 3. نذار کسی بفهمه تولید محتوا رو شروع کردی. بذار یه حقیقتی رو بهت بگم. هر دوست و آشنا و رفیقی که داری نهایتاً 2 یا 3 تا ویدیو اولتو با ذوق و شوق میبینن. بعد چند تا ویدیو اولت دیگه کم کم ویدیوهاتو نمیبینن، چون رفیقات که قسم نخوردن حتما اول تا آخر ویدیوتو ببینن. فوقش اگه ببینن ویدیو گذاشتی 2 ثانیه اول ویدیوتو میبینن، 3-4 تا قلب برای خودت میذارن و میرن، که با خود این حرکت هیچ لطفی بهت نکردن، چون میانگین تایمی که ویدیو دیده شده میاد پایینتر و تازه کامنتاشون هم کاملا بی مربوطه، 4 تا قلب یا خنده یا هر چی آتیشه، که این نه تنها کمکی بهت نمیکنه، اینستاگرام فکر میکنه بات آوردی که برات کامنت بذارن و پیجت یواشیاش افت میکنه. اینجوری هم خودت انگیزتو از دست دادی، هم از لحاظ الگوریتمی پیجت ضعیف میشه. من اینو از راه سختش یاد گرفتم که تو اشتباه منو تکرار نکنی. پس اگه هنوز شروع نکردی، تا به 10,000 تا فالوور نرسیدی، نذار هیچ کس بفهمه. تا جایی که میتونی ویدیوهای خوبی بساز که مردم اول تا آخرش رو ببینن، فالوورات خودشون پیدات میکنن. همه چیزایی که تا الان گفتم به خاطر این بود که مطمئن بشی پیجت میاد بالا. ولی 3 تا کاری که الان میگم کاری میکنه به جای 6 ماه تو 1 ماه بیای بالا. 1.
بایو تو درست کن. یه بایو اصولی باید توی 4 تا جمله پیج تو جوری توصیف کنه که وقتی کسی موضوع پیج تو سرچ میکنه اول پیج تو بیاد بالا. این ترتیب یه بایو اصولیه. توی بخش اسم پیجت باید 3 تا کلمه کلیدی بذاری. این 3 تا کلمه بیشترین تاثیر رو توی سرچ دارن. اولیش میتونه اسمت باشه که اگه اسمتو سرچ کردن سریع پیدات کنن. 2 تا کلمه بعدی باید بیشترین سرچ رو توی حوزه کاریت داشته باشن. پس اول خوب فکر کن بعد اونجا بنویسشون، چون هر 14 روز فقط یه بار میتونه اسم پیجتو عوض کنی. حالا 4 تا خط جا داریم که باید بیشترین استفاده رو ازش بکنیم. تو خط اول باید بگی پیجت به کیا کمک میکنه، بعد بنویس چه جوری بهشون کمک میکنی. تو خط سوم هم ثابت میکنی تو حالا به چند نفر کمک کردی. باید یه چیزی بنویسی که اثبات کنه پیجت داره به یه سریا کمک میکنه. مثلا اگه فروشگاه لباس داری میتونی فروش ماهانه‌تو بنویسی. حالا دیگه فقط مونده ضربه نهایی بزنی. تو خط چهارم بگو اگه میخوان از خدماتت استفاده کنن بزنن رو لینک پایین که براشون میذاری. الان یه بایوی ساختی که هر کس بیاد توی پیجت اول میبینه پیجت بهش کمک میکنه، بعد بهش ثابت میشه که تو الان به چند نفر دیگه مثل خودش کمک کردی و اینجا ناخودآگاه گذاشتیش توی دو راهی، یا محصولتو میخره یا پیجتو فالو میکنه که اگه بعدن خواست مشکلشو حل کنه پیجتو گم نکنه. که هر کدوم از اینا رو انتخاب کنه تو برنده این قضیه. فقط با همین ترفند بایو توی ماه اول همکاریم با پیج تبیات فروششون رو 6 برابر کردیم. 2. هایلایتاتو درست بذار. یا اول نشونت بدم بزرگترین شرکت‌های دنیا چجوری هایلایتاشون رو میذارن. اینا دیگه خدای مارکتینگن. بعضیاشون از 100 سالم بیشتر تجربه فعالیت دارن. ولی جالبیش اینجاست که همه این کمپانی‌ها توی پیجای اینستاگرامشون 4 تا هایلایت بیشتر نمیذارن. حالا چرا 4 تا؟ از 4 تا که بیشتر بذاری میره بیرون از کادر و عملاً کسی نگاهشون نمیکنه و پیجت هم خیلی غیر حرفه‌ای نشون میده. برای پیجت فقط این 4 تا هایلایت لازم داری. اولیش باید حتما یه فرمی از رضایت باشه. میتونه رضایت از مشتری باشه یا هر چیز دیگه‌ای که ثابت کنه مردم دارن با پیجت حال میکنن، که باعث میشه طولانی مدت جلب اعتماد کنی. دومی حکم اطلاع رسانی داره. کل خدماتی که ارائه میدی یا لینک شبکه اجتماعی دیگه تو میتونی اینجا بذاری. هایلایت سوم هم راجع به خودت بذار، مثل اتفاقاتی که توی زندگی روزمرت میفته و استوریشون میکنی. این هایلایت ارتباطتو با فالوورات احساسی تر و عمیق تر میکنه و توی طولانی مدت خیلی باعث پیشرفت و رشد پیجت میشه. توی آخرین هایلایت هم هر چیزی که خودت دوست داری و احساس میکنی نیازه بذار که دستت باز باشه. 3. اکسپلورتو آموزش بده. همه چیزایی که توی صفحه اکسپلورت میبینی باید مربوط به موضوع پیجت و ویدیویی باشه که میذاری. هر چقدر چیزایی که توی اکسپلورت میبینی به موضوع پیجت غیر مرتبط تر باشه، یعنی اینستاگرام هنوز نفهمیده که موضوع پیجت واقعا چیه و باید به کیا نشونشون بده. به خاطر اینه که ویوات نمیره بالا. اگه این مشکل داری فقط کافیه روزی 3 تا 10 دقیقه بری توی اکسپلور و این کاری که الان میگم انجام بدی. برو توی اکسپلورت هر ویدیویی که میبینی مربوط به موضوع کاری خودته اون 3 نقطه‌ش رو بزن روی اینترستد. بعد یه مدت که این کار انجام بدی میبینی که ویوات یواش یواش داره بیشتر میشه. کل چیزایی که تا الان گفتم و اگه براش یه برنامه داشته باشی هیچ ارزشی نداره. چیزی که اوایل کار خیلی جلوی آدمو میگیره سردرگمیه. یعنی اگه همه این چیزا رو هم راجع به اینستاگرام از حفظ باشی بازم نمیدونی از کجا باید شروع کنی. وقتی داری استارت کارو میزنی یه برنامه لازم داری که راهو نشونت بده. ستون آخر برنامه دقیق هفتگی خودمه که بتونی چیزایی که تا الان گفتم رو راحت‌تر انجام بدی و شروع کنی به انجام دادنش. اول از همه هفته‌ای چند بار باید پست بذاری. اینو خود اینستاگرام جواب داده. توی بخش آموزشاش نوشته پیجایی که توی یه ماه بیشتر از 10 تا ریلز آپلود میکنن پیجشون رشد چشمگیری داره. یعنی هفته‌ای بیشتر از 3 تا ریلز. که پیشنهاد من اینه که همون هفته‌ای 3 تا رو بذاری که بتونی کیفیت ویدیوهات هم حفظ کنی. مثلا میتونی روزای زوج یا روزای فرد ویدیوهاتو بذاری که میشه هفته‌ای 3 تا ویدیو. خودم ویدیوام روزای فرد بین ساعت 12 ظهر تا 5 عصر آپلود میکنم. بهترین تایمی هم که برام جواب داده 3 ظهره. چون توی اون هول و هوش تعداد کاربرای آنلاین خیلی زیاد نیست و اینستاگرام میتونه با کاربرای کمتری ویدیو تو تست کنه ببینه ارزش وایرال شدن تو ساعات اوج ترافیکو داره ویدیوت یا نه. مثلا اگه ساعت 3 ویدیو تو آپلود کنی تا ساعت 8 ویدیو تست شده و اگه ویدیو خوبی گذاشته باشی تا اون موقع 300 400 تا لایک داری و ویدیوت آماده وایرال شدن. پس بین ساعت 12 ظهر تا 5 عصر خودت چند بار امتحان کن ببین کدومش برات بهتر جواب میده. جدا از 3 روزی که ویدیوهاتو آپلود میکنی یه روزو بذار برای آنالیز کردن 3 تا ویدیویی که هفته قبل گذاشتی. ببین توی 3 تا ویدیو قبلیت چی بهت کمک کرده و
چی بهت ضرر زده، توی یه جمله خلاصش کن و بنویسش. بعدش میتونی با توجه به چیزایی که فهمیدی متن 3 تا ویدیو هفته بعدتو بنویسی. اینجوری ویدیوهات روز به روز بهتر میشه و 3 ماه دیگه خودت باورت نمیشه که اوایل کار چه ویدیوهای افتضاحی میساختی. روزهای قبل آپلودت هم اول ویدیوهاتو ضبط کن که آماده ادیت باشه. بعدش هر چی تایم اضافه آوردی برو توی اکسپلورت با پیجای هم موضوع ویدیو فردات تعامل بگیر. اینجوری الگوریتمو گرم میکنی برای ویدیویی که فردا میخوای بذاری. روزهای فردا میتونی ویدیو تو ادیت کنی و توی ساعتایی که گفتم ویدیو تو آپلود کنی و باور کن 2 ماه دیگه زندگی تغییر میکنه. فقط باید کاری کنی که مردم اول تا آخر ویدیوهاتو ببینن. ولی مشکل اینجاست که 1/3 مردم تو همون 3 ثانیه اول یه ویدیو معمولی رو رد میکنن. برای اینکه همون 3 ثانیه اول ویدیو تو رد نکنن این ویدیو رو ببین.